هلو گایز، من علی نووا هم و این اولین ویدیو چنل یوتیوب منه بچه‌ها. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. توی اولین ویدیو ما قراره یه آموزشی بهتون یاد بدیم. این آموزش هستش که یکی از رایج ترین گلیچ‌های ردده و امروز اومدم بهتون بگم که کجا باید بریم، چی کار باید بکنیم. اول از همه شما باید بهتون بگم که مثلا لازم نیست که بازی رو حتما تموم کرده باشید یا که وسط بازی باشید. شما همون موقعی که از اون شهر برفی میایید بیرون یا اون منطقه کوهستانی اول بازی میایید بیرون، میتونید وقت آزاد پیدا کنید و بیاین این کارو بکنید. شما شهر ولنتاین رو پیدا میکنید بچه‌ها. ولنتاین براتون نشون داده میشه. شما پایین ولنتاین رو بیاین، ولنتاین رو میاین پایین، بغل کمپتون یه شهر سوخته هست. خب یعنی ردت پلیرها که بهش میگن شهر سوخته، همه بهش میگن شهر سوخته. حالا من اسم دقیقش چیه. شما وسط همین شهر سوخته یه دونه اوکی بچه‌ها، من الان رسیدم به شهر سوخته. خب شما شهر سوخته رو میایین تو، یه مربعی طور داره روش نوشته شریف یا همون کلانتری. خب شما اینو میایین تو، اوکی اینو میایین تو. حالا من اومدم بچه‌ها سراغش. خب شما اولین باری که میان اینجا این صندوق بسته است. این صندوق بسته است. شما قبل اینکه این صندوق رو باز کنید باید بیاید تو این قسمت استوری 2 سیو بزنید. حالا میایم بیرون. شما بعد اینکه این 2 سیو رو زدین میاین در این صندوقچه رو باز میکنید. اوکی، میاین در این صندوقچه رو باز میکنید. وقتی که بازش کردین بچه‌ها اینجا دقت کنید، باید یه دونه نامه بغلش باشه. یعنی دقیقاً بغل همین صندوقچه، دقیقاً بغلش توی همون صندوقچه بچه‌ها میبینید توی همین صندوق بغل همین طلای یه نامه سفیده، ولی شما هیچ کدوم رو ور نمیدارید. خب اوکی، وقتی که دیدید نامه بود، اگه نبود یعنی اگه نبود دیدید من بهتون گفتم که مثلا قبل اینکه صندوقچه رو باز کنید 2 سیو بزنید دیگه. اگه نبود شما برمیگردید همون یکی از همون سیوا رو لود میکنید، دوباره برمیگردید میایین اینجا، احتمالاً این سری دیگه نامه براتون پیدا میشه. وقتی که صندوقچه رو باز کنید هیچ کدوم رو ور نمیدارید بچه‌ها. اوکی، وقتی که دیدید نامه اینجاست، حالا شما دوباره میرید چیکار میکنید؟ روی یکی از اون سیوا دوباره یه سیو دیگه میکنید. وقتی بازش کردین و دیدید اون نامه هم هست، الان من یه سیو دیگه میذارم، مثلا اون نامه رو دیدم. اوکی، حالا سیو که کردید دقیقاً یادتون باشه رو کدوم سیو کردین. اگه رو اولی سیو کردید همون دیگه، و هر کدوم که بزنید میاد همون اول موقع لود کردن گیم. اوکی، بعد میریم بغلیش لود گیم رو میزنیم. من مثلا همون اولی رو زدم، همینو لودش میکنید. اوکی بچه‌ها، بعد اینکه شما اون سیوتون لود کردین، همین دور و برای شهر سوخته یا اینجا یا اینجاها اسپان میشید. دوباره برمیگردید به شهر سوخته. وقتی که برگشتید دوباره میرید توی همین شریف. خیلی راحته. و بعد شما میای همینجا طلاها رو ورمیدارید و تمام. ببین تیکو میزنید، دونه طلا $500 و 30 تاش میشه $15,000. و شما میرید تو قسمت مپ و برای اینکه طلاهاتون رو آب کنید و برید فنسای بازی یه دونه فکر کنم توی اینجا باشه. بله، یه دونه توی امرالد رنچه. توی این قسمت بچه فنسه، این والا اینجا یه دونه فنسه، اینجا هم هستش. حالا بازم خودتون نقشه میتونید برید تو امرالد رنچ و اینجا یه دونه فنس داره، اینجا میتونید بفروشید. امیدوارم از ویدیو اول من لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.